امروز قریب است یک توده مردم ما دین در خانقاه داخل کنه شد او ابو چادر در سر انداختن ایره دین جور بکنه دیگه تمام بخشای زندگی ما را دین از پیش چی کنه. ولی شما میفهمید که دسیسه های یهود چی طور است؟ امروز زمین صدا میشه که دین و سیاست با هم جدا میشه نمیشه و ما میگیم کسی که کلمه را در زبان میگه کافر است. چی است بگید؟ دین سیاست است، سیاست دین است. پیغمبر بود، رهبر دین هم بود، بگید پاچا بود. ابوبکر رهبر دین هم بود، پاچا بود. عمر رهبر دین هم بود، پاچا. دین ما قطعی سیاست جدایی داره؟ نداره. کدام سیاست؟ رعیت داریم. تطبیق قوانین الله در سر مخلوق الله، این سیاست میگه و این عین دین است. بله یکی سیاست چیز بگوی غربی، سیاست غربی امروزی قطع دین ما ارتباط چرا دروغگویی بگوی دیکتاتوری بگوی چل فریب بگوی